السلام علیکم یارو دوستان مخلصای کانال ما ام خوجا. این زمان قرار دارم من در خود یکم ظفرآباد محله بهارستان که مسجد کوهی ها همینجا اومدگی هستند. همین منطقه کوچیده اومدگی هستند و در همینجا کار فعالیت میکنن. همین ظفرآباد آباد کرده ایستادن. بر شما حاض من همین یک گروه جوان ها هستند در همین نزد من مهمانی من گویم با اونها حال پرسی کرده از نامشون میپرسیم و ببینیم که اگر خدا عمر باقی دهد بعد از 10 سال میبینیم که این جوان ها چه خیلی شدگی هستند و در چی کار و زندگی فعالیت کرده ایستادن. من اولینشون بچه کی میشه؟ عبدالفتاح. کدوم قشلو؟ خودگیف افتاب. نه خودگیف افتاب. نامتون چیه؟ صبرالدین. انا صبرالدین جان. و اینجا دو تا بلیزنیاش کی میگود و گفتی روسو دوگانیک، یکیشون اسماعیل دیگره ابراهیم. پسرای کی میشه شما؟ بابای مریونوس. تو چی باشه؟ من ابراهیم. پسر کی؟ اسماعیل. کدوم اسماعیل؟ کجا میشی؟ ویتکن. تو چی باشه؟ ما حسندین نوار. کجا میشی؟ اشتاشون. اشتاشونی. تو چی؟ دورانبه. کجا میشی؟ چسکیان. چسکی یک. اینها بودن مهمون های همین ماشینی ویرانه من. حالا برای شما دوستان از همین گرد اطرافی همین دهه جوانان نه یاشلی به گفته اینا یک دیدن میکنیم که حال احوال در اینجا چه است، چگونه خونه پوشیدن در اینجا زندگی کرده ایستادن. هر که با های کرده ماشین های کرده با خیلی صحبت کردن میگیریم. یک دوست عزیزمون نوار میگرن همینجا را. من دوستان برای شما از گرد اطرافی همین محله دیدن میکنیم. کسی که خانهش بینن اگر حتما با فکر اندیشه نیکی خود رو در زیر کامنتاری ها میگذارن. کجا سر کنیم بچه کو؟ همینجا بشن. در اینجا مکتب دارد اینجا؟ مکتب پوشی ساده یا که پوشیدگی ها؟ پوشی ساده. نه یا یک تا مکتب پوشی سادگی بودین در اینجا؟ هم مکتب میبینیم برنیسان دارد پلی کلینیک خیلی چیزا ندارد ها؟ اکو پوشی ساده. در کجا هایی؟ از زنکور پوشی رو ایمان کرده دو سه خونش. ماهی انور لگه درس میگه. ماهی انور کور سر میکنن؟ نه یک 15 خونندی 7 9 10 میگیرن. 9 10 11 9 درس میگه. روز؟ کجا با؟ روز. نه او بپیلار. یاب چی کنم؟ اینجا با هنگی جوی ما سنگلاخ بوده است اینجا پر از سنگ. اینجا خانی کدامتون؟ خانه هیچ که آدمانی آوردن. نه خلابی آوردم. این زمین ها جای زمینه کاریتان همینجا هم؟ همینجا اکو همه تا مچه کوی اومده گستیدن؟ مچه کوی برای شما معقول است یا اینکه همین ظفرآباد؟ چیزش معقول شما من ظفرآباد؟ ظفرآباد کلانش وسه کار نقض میشد. کار های مثلا چی کار رو مینید اینجا؟ نه اینجا همین کارو پخته میکنیم. یکون شهر زیخ شوی یکون شهر گنیا رفته شهر میگه شما شهر محقول. مسجد کوی چی؟ کدامتان گفته دم مسجد کوی برای شما محقول هستن؟ چیزه شما محقوله مسجد کوی؟ مسجد کوی مثلا گیاه های شفابخش زیاد داره ایناش محقول. مثلا آب خونه که خیلی وسیع نباشدم معقول تمامه. گیاه ها بسیار داره. بهترین گیاه های شفابخش. ناس با کی چی فکر اندیشه دارن نسبتی همین فکر میکنه که نقص بدونی اینجا یا که اون و ظفرآباد؟ من اینجا فرما. کجا فرما؟ انا فرمی گوفروری.
فرم گوفروری فرمی چارواداری ها؟ نه راهاش هم خب بد نبوده اصلا این شغل رخت دیگه مردمی ها کمی خیلی نه همه خیلی این بری لای نشیدم همین خیلی خونه ها پوشتن هم باید نه آدم ها همین خیلی خونه چند خوشی گنه اینجا 350 تا یا 320 تا الان که اومدگی هستن 350 خونه زندگی میکنن نه؟ این آبونده سانه 5 کوچه دارن 5 کوچه کلان کلان دارن نه؟ دراز یوسف ففا هر کوچه نام داره اینش بنیادکو اینش بنیادکو حسن کوچه بنیادکو کوچه بنیادکو ولی بعد رئیس میفره من نفرستم السلام علیکم اکوت اینجا نازید در کجا که اینجا مکتب بوده در کجا؟ بولوبر شما کجا میشه؟ در آبردم کجا آبردم؟ آبردم نوم قشلاق تو چیزه؟ آبردم بهترین و دودرتونه؟ نه این مکتب فرام راست میفرام ها؟ اینجا با گفتی باید که اومخته همین اومختهش ناز است که مثلا محلچگی نمیشه چون که همه از یک گریبون سر برآورده زندگی میکنه چی اولغون باشد چی در اشترشون باشد یعنی وینای نه مکتب بوده گستان؟ انا اینجا مکتب بهترین تا اونجا مکتب است خدا خواهد اونجا اهل سواد میشن بچه ها مکتب خانه ده پگه یک چی میگو یک کارگری خوبی همه دولت شوید کار فعالیت زندگی کنه ولی که واقعا به سوادی این نه نیست سواد چیزی خوب است که یک راه زندگی تو میو یک چیز میخونی یک چیز میدونی پیش مکتب گشته میشه همین جختی میشد همین جختی دوستان این مکتبی رقمی چند میشد اینجا؟ رقمش معلوم نه حاضر رقمش معلوم نه اینجا استادیوم میشد من اینجا استادیوم من اینجا بس استادیوم من این بفکرم پیش شپنگ بود دیگه من اینجا اسکواش کنی اسکواش انا اینجا اینجا اسکواش گفته گه نه برای اوبیاری برای خانه و ها منوشیدنی یا اینکه برای منوشیدنی صحرا منوشیدنی اول آب منوشیدنی همینجا میگیرید نه شما نه با هر کی پیش داری خونش به خودی کرد این شلنگ میبرن نه طرف خونه سال آینده با هر کوچه میگذنن بهترین آبادکاریش دوستاره است من آب باشن میگود که زندگی آب منبع حیات آب منبع حیات دوستان خیلی بسیار نفش بگجا میبره را همین طرف هم میشه همین رابطه وقت بده بگجا خیلی اگر گرد قشلاق دو فلان اون طرف بالیزش در کجا اون طرف میفریم پایین کانال هم دوستان بعد شما از گرد اطرافی زفرآباد محله بهارستان بخشش میپرسم من شیپوونیک داشتت اینجا من توی هم چک فروست داره کسب کاری چوپانی برکتی ده کسب کاری چوپان بیان برکتی هم چیز میگیرن شغل میگیرن بلو میفرن همینجا بر زبادی بلو انا اونجا زبادی بلو اینجا چی محلی کیوها کیوزی محلی دیگه جوانی ازبگوها یا نه؟ چه مومل میکنه؟ نه
خیلی فروغ داشتن دوستا. شهرستان باران همینجا سیلش میفرد. خیلی می. سیلش اینجا برسه. آره تلقینه. شهرستان. اینجا سینه تو اینجا بالا بود است و گفتی شما. دو خط که دو خط اینجا باید بونگای طبی هم ساخته ایستاده من اینجا برای مردم اینم بهبودی که از اینجا خسی که این جاها نمیرده حتما در همینجا با اموده خودشون در زیر نظارت دکتر میمونن تیبای اولنوی در اینجا کار میکنن همینجا بهندسی بوده است بهترین تو میخونه ده؟ هم اینجا راه کی مکه میره نه این یک راه از راه پایین بود این دیگه از راه بالا این محلی این بود برای شما اندک نوار کردیم از گرد و اطراف محلی یوشلیک یکی محلی جوانان در اینجا همچی یوشلیک معروف بوده است همون برای شما نوار کردیم از همینجا اساسا در این جایها یا مولداری میکنن یا اینکه با پخته سر و کار میگن دهخانی از چهارو داره اینجا این چهارو من همینجا ما اون یخت خش به توی با اون دیگه بده همین کوچه بود راست رفت همینجا بچه سردی به خون تو همینجا